میگن هوش مصنوعی قرار مشاغل رو از بین ببره، ولی آمار چیز دیگه رو نشون میده. گزارش جدید AI ایندکس 2025 دانشگاه استنفورد نشون میده که مشاغل مرتبط با هوش مصنوعی دوباره دارن رشد میکنن. تو آمریکا درصد آگهی‌هایی که مهارت‌های AI میخوان از 1.4% تو سال 2023 به 1.8% تو سال 2024 رسیده و این رشد خیلی بزرگیه. اما آیا این رشد بزرگ به معنی از بین رفتن مشاغله؟ نه. طبق نظرسنجی مکنزی 28% مدیران این احتمال رو میدن که تا 3 سال آینده به خاطر وجود هوش مصنوعی نیروهای کارشون رو کم بکنن. اما در مقابل 32% از مدیران این احتمال رو میدن که هوش مصنوعی باعث افزایش استخدامیاشون بشه. این تحقیق مشترک هم بین لینکدین و گیت‌هاب وجود داره که نشون میده ابزار گیت‌هاب کوپایلت که یک ابزار هوش مصنوعی برای کد زدنه، نه تنها باعث افزایش استخدامی مهندسای نرم افزار شده، بلکه باعث شده مهندسای نرم افزار با مهارت‌های کدنویسی کمتری وارد بازار کار بشن. تو ادامه این تحقیق گفته شده که تمرکز مهارت‌ها از روی مهارت‌های سخت داره به سمت مهارت‌های نرم و انسانی حرکت می‌کنه، مثل توانایی رهبری، اخلاق محوری و تفکر انتقادی.